مرحله قالبگیری. رویه‌ای که دوخت زدید رو روی آسترتون باید با همدیگه اتو بکنید. قبل از اینکه اصلا آسترکشی انجام بشه نقاط موازنه مشخصه، همین جاها رو فیکس میکنید. برای روی کار سعی کنید سوزن‌های ته سرامیکی استفاده کنید که اگر پاچتون روشن باشه یا لک بندازه مشکلی نداشته باشید. خب از بالا خوب سوزن بزنید. لب به لب یقه رو با هم دیگه میزون کنید. بالا رو که خوب فیکس کردین جلو رو هم خوب فیکس کنید. حالا با استفاده از اتو میکنم و میکشم که کاملا قالب همدیگه بشه. همین الان قالب همدیگه هست به خاطر اینکه ما اینو روی ژانت کاملا اتو کرده بودیم. هر جایی که نیاز به سر شدن بود میتونید از اپل فومی استفاده کنید. ببینید مخصوصا توی پارچه‌های ساتن خیلی بهتون کمک میکنه. دیدین من فقط جلو و بالا رو زدم، پهلوها و پایین رو آزاد نگه داشتم. در همین حد کافیه. نیازی هم نیستش که اگر مثل کار من یه مقدار به خاطر اینکه کشی هست اضافه بیاره بچینید. بعداً میچینید. فقط بالا و قسمت پهلو اگر اضافه بود بچینید. پهلوی کار من دقیقه، فقط پایینه. پایین رو هم من بعد از اینکه آسترکشی کردم برگردونم میتونم درستش بکنم. روی قسمت سینه رو شما میتونید فنرهای روکار بذارید. این فنرهای روکار جنبه تزئینی داره ولی در کنارش ما میخوایم جوری کار بکنیم که حجم سینه رو بتونه تامین بکنه، یک کمکی بکنه که سینه وقتی که از پشت بندینک ها بسته میشه فرم زیباتری داشته باشه. کانال ها رو که جداگانه آموزش دادم. اول شما باید فنرهایی که میخواین روی این قسمت بدوزید رو روی مانکن طبق درس های قبل فرم دهی بکنید. فنر رو قرار میدم روی قسمتی که میخوام. اگر فنر روی طراحی که انجام دادم جهتش بخواد جابجا بشه، مجدد شما با استفاده از انبردست فرم فنر رو تغییر میدید. خب طراحی که من انجام دادم از قسمت پهلوی سینه به این صورت منحنی کردم تا اینجا. اگر شما میخواین که قبل از این که دوخ رو انجام بدید یا طراحی رو انجام بدید ببینید که طرح و نقشه نهایی شما به چه صورته، بدون فنر کانال ها رو میتونید روی کارتون فیکس بکنید نمایشی که بتونید تصمیم بگیرید آیا این فنری که اینجا گذاشتم در نهایت که دوخته میشه طرح جالبی میشه یا نه. من این کار رو از قبل انجام دادم. چیدمان رو همینطور دونه دونه که دارم برای شما نشون میدم فیکس کردم، مشخص کردم به این شکل دونه به دونه و بعد با صابون طراحی کردم. جهت دیگر رو هم پارچه رو روی همدیگه گذاشتم. مثلا این قسمت پشت ببینید اینجا رو اومدم یه دونه کشیدم، پارچه رو پشت به پشت به همدیگه سنجاق زدم و بعد سوزن زدیم و این قسمت رو طراحی کردم. این قسمت باید پاک بکنم چون اشتباهه. این قسمت طراحی شده نسبت به این و کاملا قرینه سازی شده. برای قسمت جلو هم همین کارو کردم. این قسمت رو نمادین گذاشتم، دیدم که خوبه، خوشم اومده، طرحش جالبه. کنار هر قسمت رو لبه یک جهت رو در نظر گرفتم. حالا این لبه بالا یا پایین هر کدوم که خواستید یک جهت رو در نظر بگیرید، خط کشی بکنید با صابون، بعد تا بکنید مثل پشت که بهتون نشون دادم، صابون کشی رو برای جهت دیگه قرینه سازی بکنید. خب هدف من از یه دونه اینجا اینه که پهلوی سینه فرم دهی بشه. دیدید من زیر کار رو فنر رو به همین شکل گذاشتم، فنر نگهدارنده پهلوی سینه. از رو هم همینجا گذاشتم، به این مدل میخواد. حالا شما میتونید صاف بزنید، هر طرحی که دوست داشتید میتونید بزنید.
چون فنرهای روکار فقط نمادینن، کار خاصی برای ما انجام نمیدن، چون زیرساز ما فنر داره. خب حالا دونه بدونه فنرهامونو میذاریم روی مانکن و اگر نیاز به فرم باشه، یعنی با انبر دست باشه، انجام میدیم. اگر میخواد حالا اتو بشه، اتوش هم انجام میدیم. من از پایین که فنر رو فیکس میکنم، ببینید فرم فنر به چه صورته. فرم فنر مهم نیست کدوم جهت باشه، اینجوری یا اینجوری، ولی وقتی روی قسمت سینه است، اگر به رو به داخل باشه، شما راحت تر میتونید فیکسش کنید روی مانکن. خب من وسط این درز قرارش میدم، میخوام درز رو بپوشونم. معمولا ما برای این کانالای روکار روی درز کار میکنیم. اولین فنرمون روی درزه. ببینید من میام تا جایی که این فنر توی مسیر خودش باشه. حالا که از مسیر داره خارج میشه، کج میشه، من باید به جهتی که میخوام یکی دو تا از فنرها رو قیچی کنم، بکشم تا فرم دهی بشه. وقتی سوزن میزنی این مقدار سخت کشیده میشه. میتونی سوزن رو که عقب تر زدی در بیاری و بعد بکشی. اینو هم از قبل بهتون گفتم، دیگه داریم با هم مرور میکنیم. هر تعدادی که خواستین، یه دونه، دو تا، بستگی داره به اون فرمی که میخواین در بیارین. اگر میخواین زیاد فرم داده بشه، تعداد فنرهایی که میکشین بیرون باید بیشتر باشه. بستگی به قوسی که دارید داره. میکشید، دوباره قرار میدید ببینید آیا فرمی که میخواین رو بهتون میده یا نه. اگر که میذارید و با سوزن فیکس میشه، اتو میکنید میمونه، اوکی هست. همینطور وقتی میکشیم بعد فنر رو برید عقب که جا بیفته. فنر بعدی که داریم میذاریم منحنی نیست. وقتی فنر رو قرار میدید روی خط خودش باشه و یه ذره حالا با اتو هم بتونیم فیکسش کنیم کافیه. از زیر فنر رو رد کردیم که بعد بتونیم جای دقیقش رو مشخص کنیم و بعد قیچی بکنیم. این یکی فنرمون یه مقدار اینو بچرخونیم، یه مقدار حالت منحنی داره. از بالا فنر رو که میذاری خوبه، از پایین هلال به این جهت داره، پس باید به این جهت کشیده بشه. اول قرار میدیم ببینیم چقدر میخواد، ببینید به این صورت. اگه سوزن نزنیم راحت تر میشه کشیده، چون سوزن گیر میکنه اون وسط. شما میتونید تنها این رو برش بزنید و بکشید. یک مقدار این قسمت وقتی میذاریم ببینید توی قسمت پایین، وقتی ما اینجا رو فرم دادیم از این جهت کشیدیم خیلی خوب خوابیده. این قسمت ببینید یه مقدار فرار میکنه. شما میتونید یه دونه فنر توی جهتی که میخواد بخوابه بکشید تا به این جهت بره. پس ما فنر به این جهت رو قیچی میکنیم. شما باید همینطور دونه به دونه بذارید، چک بکنید ببینید کدوم جهت میخواد فنر مایل بشه به اون جهت. الان خیلی راحت تر این قسمت میخوابه. توی دو جهت مخالف، یکی این جهت چون فرم به این جهته، یکی هم از این جهت چون فرم به این قسمت. بعدی از اینجا فیکس میشه، اینجا صافه و بعد دوباره به این جهت کشیده میشه. یعنی ما باید فنر این جهتی رو بچینیم. میتونیم دو تاشو با هم بکشیم، اینجوری سریعتر کشیده میشه. یکم فشار دست بیشتری میخواد ولی خب منظم‌تر کشیده میشه. این مقدار اینجا بیشتر نیاز به کشیدن داره. میبینید اگر در قسمت بالا مثل قبل دیدید که فنر فاصله گرفته روی خطی که داشتیم، میتونید از بالا جهت مخالف رو هم بکشید. با یک بار دو بار تمرین کردن دستتون میاد. حالا توی این مرحله شما کافیه این قسمت ها رو با نوک اتو بزنید. سوزن ها رو جوری بزنید که نوک اتو مابین سوزن ها قرار بگیره.
قسمت پشت هم باز نیازی نیست که روی مانکن باشه. شما اگر که میزتون حالت ابری باشه سوزن رو میتونید داخلش بزنید. از پایین که گذاشتیم بالا یکم منحنیه، میبینید فاصله داره. همون جهتی که میخوایم از بالا برش میزنیم، 2 تا از فنرها رو میکشیم، کشیده میشه. همین حالتی که هست روی میز اگر سوزن بزنید میتونید که اتو کنید. چند لحظه میذارید که خنک بشه. این فنر هم چون صاف است بذارید و سوزن بزنید، میتونید که فیکسش بکنید. پس حتی تو قسمت پشت بهتره که فنرها اتو بشه. حالا من برای قسمت زیرسازمون فنر منحنی ندارم برای قسمت آسترمون، ولی اگر که فنر منحنی داشتم حتما این خطوط رو با مداد میکشیدم که همین حالتی که اینجوری گذاشتم روی آسترم هم همینطور فنرها رو بذارم و اتو کنم و فرم بدم. پس بهتره که فنرها فرم دهی بشه. شما اگر مبتدی هستید فنرها رو بذارید اتو کنید که موقع دوخت راحت تر باشید. میتونید هم اگر که مثل این کار صاف باشه و فرم نداشته باشه به این صورت، فقط این که میدونید که این صافه دیگه ولی این فرم داره، این فنر ما یه مقدار فرم داره، به این صورت صاف بذارید روی میز، سوزن بزنید، یه اتو بزنید که این کاملا صاف بشه. چند لحظه که بذارید سرد بشه یا از اتوی سرد کمک بگیرید، این دیگه از حالت قوسدار به سمت داخل یا بیرون خارج میشه. ببینید این الان دیگه صافه. موقع دوخت من خیلی راحت میتونم روی این قسمت قرار بدم، دیگه پرش نداره موقع دوخت. پس فنرهایی که صاف هستن رو شما میتونید روی میز اتو بکنید و فرم بدید، بعد بذارید مثل این قسمت دوخت رو انجام بدید. برای دوخت کانال های روکارتون ببینید ما اول شماره گذاری کردیم 1 2 3 4. البته همیشه اینطور نیستش که از یک جهت شما شماره گذاری کنید. کدوم یک از فنرها الزامی هست که اول دوخته بشه؟ اگر شما فنری دارید که روی یک فنر دیگه عمود میاد و دوخته میشه، باید فنر زیری دوخته بشه. پس کدوم؟ این و این. این یکی چون که زیر فنری قرار نمیگیره و روی اون چیزی نیست، شما میتونید هر زمانی که دوست داشتید بریزید. ولی خب طبق ترتیبی که الان ما گذاشتیم درسته، این که به چیزی مربوط نیست، این و این میره زیر این، پس میشه اول اینو دوخت و بعد اینو دوخت. این میشه ترتیب دوخت فنرها. ولی خب توی این مرحله ما میخوایم چیکار کنیم؟ توی قسمت بالای فنر دیدید من یک مقدار اضافه گذاشتم. همیشه پایین و بالای فنر رو اضافه میذاریم. توی قسمت بالا باید قیچی بشه که شما بتونید دوخت بکنید، ولی توی قسمت پایین طبق توضیحات فنردوزی زیرساز بهتون گفتم هیچ وقت پایین فنر رو تا قبل از اینکه بخواین فنر رو بدوزین کوتاه نکنید، قیچی نکنید، چون که کم و زیاد میشه، موقع کشش تغییر اندازه میده. خب کاری که من میکنم ابتدای هر فنر رو روی مانکن، نه روی میز، روی مانکن تو همین مرحله علامت میزنم، قیچی میکنم. ببینید از جایی که قیچی شده برای فنرها یا کانالهای روکار از این لبه 2 سانت میایم پایین و علامت میزنید. شکل خودش، فرم خودش، اگر این کجه اینم کج میشه. بعدی هم همینطور از لبه بالای قیچی شده
2 سانت میای پایین. اینجا هم همینطور، اینجا هم همینطور. ولی توی قسمت پایین دست به کوتاهی یا قیچی زدن پایین نمیزنید. توی این مرحله این فنرها اتو شده، آماده است، قیچی شده. قبل از این هم که در بیارید دیگه نیازی نیستش که مثل زیرساز چسب بزنید. توی کانال‌های روکار ما نیازی به چسب نداریم. فقط بالای کار رو به میزانی که گفتم کوتاه میکنیم. ببینید به این شکل. این الان کوتاه شده، آماده است، شمارش هم نوشته شده که اشتباه نکنیم با خودکار حرارتی و میریم برای دوختش. قبل از اینکه فنرها رو از روی مانکن بردارید، ابتدای هر فنر رو که مشخص کرده بودید یه صابون بزنید. همین شکل خودش، لب به لب خودش، که وقتی فنر رو برمیدارید بدونید که از کجا فنر شروع میشه. تمامی قسمت‌های بعدی هم به همین شکل انجام میشه. ببینید اگر که دیدید صابونی که کشیدید کم رنگ شده، همون لحظه که میخواین فنر رو بردارید سریع صابون رو مجدد شارژ بکنید. برای دوخت کانال هاتون، برای اینکه راحت تر بتونید دوخت بکنید، صابونی که دارید اینجا ما گذاشتیم لبه بیرونی فنرمون باشه. پس من لبه اینجای کانال رو باید اینجا بذارم. برای اینکه از بالا تکون نخوره و جاش درست باشه، دوباره همون 2 سانت رو روی این کانال مشخص کردیم. از بالا هم روی کانال به تنه فیکسش میکنیم با سوزن روی اون جایی که از قبل مشخص کردیم. این کار رو برای این انجام میدیم که قبل از اینکه فنر رو وارد این کانال بکنیم یک چرخ عرضی بزنیم که کارمون فنرمون از اینجا بالاتر نره و فیکس و راحت دوخت بشه. پس کافی اینجا فقط یک دوخت بستی انجام بشه. حالا میتونید کانال مورد نظر رو که از قبل اتو کردین، کانال شماره 1 رو وارد این قسمت کنید، یعنی فنر رو وارد کانال کنید تا دقیقاً اینجا برخورد کنه به دوختتون و خوب این کانال رو بکشید روی فنر که اگر فنر تو این داخل اینجا لقی داشته باشه بره، یعنی مرتب با دستتون به این صورت حین دوخت میتونید بکشین که اضافه آزادی کانال رو رد بکنید. معمولا دوخت از سمت راست خیلی راحت تر انجام میشه. پایتون هم بهتره که پایه پلاستیکی باشه. لبه اینجا رو با لبه فنر که جایی که صابون بوده میزون میکنید و از سمت راست یک دوختی میزنید که دوخت ریز نباشه. مثلا 3.5 میتونید روی تکه پارچه تست دوخت رو انجام بدید ببینید که دوختتون ریز نباشه. کلا برای کانال های روکار حتما باید از دوخت متوسط رو به درشت استفاده کنید که اینجا ما از 3.5 استفاده کردیم. در حدی که فقط یک دوخت نیش لبه فنر بزنید کافیه. حین دوخت پارچه رو یکم میکشید، فنر رو ثابت نگه میدارید. بهتره از 2 جهت دستتون استفاده کنید که پارچه میزون بشه. ما فنرمون رو داریم ثابت نگه میداریم، پارچه رو مهار میکنیم، میچرخونیم مثلا. خب به انتها که رسیدیم، نزدیک انتها، شما کافیه یک مقدار کانال رو بدید به سمت بالا به اندازه 1.5 شما زاپاس داشتید. 0.5 سانت از زاپاستون بالاتر فنر رو کوتاه کنید. پس دیدید ما نزدیک جایی که انتهای کار هست فنر رو کوتاه میکنیم. مثل زیرسازمون که گفتیم فنر ممکنه کوتاه بشه که از قبل قیچی بشه. پس اگر 1.5 زاپاس داشتین 2 سانت میتونید فنر رو کوتاه بکنید. دوباره کانال رو به سمت پایین بکشید و دوخت رو تا انتها برید و برگردید. این کانال ربطی به کانال دیگه ای نداره و تا انتها برای خودش مستقله. برای همینم ترتیبش مهم نیستش که اول دوخته بشه یا آخر.
ولی کانال های بعدی ما شماره 2 و 3 حتما باید طبق ترتیب انجام بشه. ببینید دوخت ما کاملا تمیز و فنر دوختی که انجام دادیم تو یک مسیره. خب طبق روال قبل سوزن میزنید که کار فیکس بشه. 2 سانت رو روی همون جایی که از قبل مشخص کردید علامت میزنید. دوخت ارزی رو میزنید. حالا میتونید فنر رو وارد کانال بکنید. کاری به انتهای فنر نداریم. نکته‌ای که اینجا مهمه اینه که وقتی یک فنر رو دوختید، یک کانال رو دوختید و کانال بعدی قرار میگیره، ما بین این دوتا کانالتون ممکنه هوا بیفته، یعنی به این صورت جمع بشه. پس ما حین دوخت هم اینو باید کنترل کنیم، همین که باید پارچه رو به این صورت بکشیم. میبینید حرکت دست از این سمت مهار میشه، این فضایی که اینجا هست. خب کم کم که به انتها میرسیم، جایگاه انتهای این نوع فنر رو مشخص میکنیم. باید جوری باشه که کانالی که انتها داریم بیاد دقیقاً روی اینو پر بکنه. پس شما میتونید روی درز دوختتون رو قیچی بکنید. وقتی فنر رو چیدین، اضافه کانال درسته که خارج از محدود است ولی نمیچینیدش. اجازه بدید این قسمت دوخته بشه، این قسمت دوخته بشه تا بالا. کانال بعدی هم بدوزید، به خاطر اینکه اگه الان ما بچینیم کانال بعدی هم میخوایم مهار کنیم، این مقداری دفرمه بشه، ریش بشه، حالا مرتب نمونه. آخر سر وقتی میخوایم که کانال روی اینا رو بدوزیم، این رو لب به لب به این قسمتی که دوخت میکنیم میچینیم. این دوختم برای اینه که از این که ریش بشه محافظت کنیم. حرکت دست رو میبینید، این دست داره فشار میاره که پارچه از وسط باد نکنه. فنر یا کانال بعدی دقیقاً مشابه فنر شماره 2 دوخته میشه. تفاوتی نداره، ولی خب ما دوربین رو خاموش نمی کنیم که شما مراحل آموزش رو ببینید، یعنی نیازی به توضیح در این قسمت نداره. هر جایی که دیدید دوختتون داره از مسیر خارج میشه، میتونید مثل الان از قبل دوباره شروع کنید به دوخت کردن و نخ اضافی قبل رو بچینید. نیاز نیست که کل کانال رو بشکافید. ببینید برای کانالی که روی درز میاد، شما حتما باید کانالتون رو وسط درز بذارید. اگر دقت کرده باشید همه دوختای ما روی لایه روی است، روی آسترمون دوخت نشده. دوختش با کانال های قبلی فرقی نداره، فقط اینکه حتما باید جوری دوخته بشه که وسط درز بیفته و دوتا کانالی که زیر هست رو کاملا بپوشونه و از قسمت وسط سینه هم باید پارچه کشیده بشه. دقیقا مثل همون فنر عمودی هستش که روی درز آسترمون، روی زیرسازمون دوختیم، فقط اینجا کانال داره. پارچه رو از زیر میکشید، کنار میزنید تا مسیر شما هموار بشه. فنر رو هم میتونید مرتب از رو بکشید که اگر اضافه‌ای داره به صورت اگر اضافه‌ای باشه از پایین کانال رد بشه که
فنر کاملا کیپ باشه، چون فقط این نیستش که شما کانال رو تنگ بدوزید، حین دوختم باید این حرکت رو انجام. یک مقدار این قسمت چون هلاله باید آروم آروم کار رو دوخت بکنید که مهار بشه. توی این قسمت عجله نکنید. روی قسمت های هلال هم میتونید مرتب طبق فیلم پایه رو بدید بالا و سوزن توی کار باشه و مرتب کارو بچرخونید. حالا اون اضافاتی که برای قسم لایه های زیری داشتیم، کانال های زیری، میتونیم تا انتها بچینیم. انتهای کار رو طبق قبل به میزان 2 سانتیمتر از لبه کار فنر رو میچینیم و بعد کانال رو دوباره میکشیم روش و دوخت میکنیم. قسمت برگشت، جاهایی که فنر دارید، یعنی فنر دیگه هم وجود داره، دو جهت دست رو قرار میدید و میکشید که هیچ کیس و بادی ما بین این دوتا فنر به وجود نیاد. اگر دستتون رو از دو جهت نذارید مثل اینجا، بعدا مجبورید که بشکافید. ببینید کشیده میشه قشنگ که هیچ کیستی ما بین دوخت دوتا فنر به وجود. قسمت پشت هیچ تفاوتی با قسمت جلو نداره. قسمت پشت خیلی راحت تر هم دوخته میشه، با همون نکات قبل انجامش میدیم، نیازی به توضیح نداره، ولی دوربین روشنه که شما تمامی مراحل دوخت رو ببینید. این حرکتی که انجام دادن خیلی توی تمیز بودن و استخونی بودن کانالتون تاثیر داره. این قسمت رو ما دوختیم، فیکس کردیم، این سمت هم دوخت کردیم با هم دیگه. حالا باید روی آسترمون مجدد فیکس کنیم که کاملا دوباره اتو بشه، قالبگیری هم انجام بشه. با نقاط موازنه یکی میکنیم از مرکز. حالا این قسمت رو خوب از پهلو میگیریم میکشیم، هر چقدر بشه از این سمت میکشیم، هر چقدر دیدیم هم نیاز هست از پایین میکشیم، از دو جهت، از پهلو و پایین. جلو رو باید خوب سوزن بزنید، اگر سوزن نزنید موقع کشیدن جابجا میشه. حالا از پایین هم میکشیم، بالا باید فیکس باشه، از پایین اضافاتی داشته باشه میکشیم. خب حالا تمام کار رو با اتو قالب گیری میکنیم.
اتو که میزنید با اپل فومی به سمت پایین و پهلو سرد کنید که اگر کیستی چروکی باشه بیشتر از پایین و پهلو رد بشه. توی این قسمت شما نباید اضافات رو رد بکنید، مخصوصا توی ساتنا این روش خیلی لازمه.